سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 19 آگوست همراه شما. دادگاه عالی تاجیکستان آموزگار یکی از مکتب‌های شهر تورسونزاده را با گناه قتل مدیر و سردار شعبه تعلیمی همین مکتب به 30 سال زندان محکوم کرد. و گزارش خبرنگار رادیو آزادی یولداش ایتماتوف، آموزگار تربیت جسمانی مکتب رقم 7 بر اساس ماده 104 کودکس جنایی به قتل دیلارام نیشانووا و گلناره یولداش و مادر 4 فرزند گناهکار دانسته شد. او 5 سال زندان را در حجره تنها سپری می کند. یولداش ایتماتوف ماهی می امسال بعد مناقشه با مدیر مکتب او را در اتاق کاریش کشته و سپس سردار شعبه تعلیمی را در پیش چشمان فرزندانش با کارد به قتل رسانیده است. خویشاوندان قربانیان از دادگاه خواسته بودند یولداش ایتماتوف را به حبس ابد محکوم کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان میگوید حکومت کشور طرفدار عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای است. سیراج‌الدین اسلوف روز 19 آگوست در مراسم بخشیده به روز استقلال افغانستان در سفارت این کشور در دوشنبه گفت تاجیکستان همیشه از موقع این کشور دوست و همزبان در عرصه بین الملل حمایت کرده است و خواهان دیدن افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای است. ما همیشه از موقع کشور دوست و همزبان افغانستان در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد پشتیبانی نموده جانبدار اشتراک فعالانه افغانستان و عضویت کامل آن در سازمان همکاری شانگهای میباشیم. مردم افغانستان در حال 96مین سالگرد استقلال کشور را تجلیل می کنند که جنگ و خونریزی در این کشور بیشتر شده است و اوضاع امنیتی هم بدتر. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1400 کیلومتری دارد. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان به بررسی شکایت یکی از بانک‌های بزرگ دولتی کشور شروع کرد که 164 خواجگی دهقانی را به دادگاه کشیده است. وکیلان امانت بانک میگویند صاحبان 164 مؤسسه کشاورزی از این بانک برای کشت و کار تقریباً $500,000 قرض گرفتند و برخلاف قرارداد این قرض را بر نمیگردانند. اما دهها کشاورز که روز 19 آگوست و محاکمه دادگاهی بعد دوشنبه دعوت شدند میگویند پول را سهامان گرفتند و آنها هستند که جبر قرض را میکشند و سرگردان شدند. همین پروسس سودی رفته است. نمیشه سیم چهارم برشی اینجا. دو مراتب شه افراد همین جمعیت حل کردن جراحی ولایت حکم سود برآورد و فایده همین جمعیت برآورد با این کاساسیون سود با دیگه در دادای سود است این مردم اومده رفتن سودان اصلا نتیجه یعنی خوش نیست. سود میبرن که با شکایت میرسه با اثر بحث قرض 3 میلیون سامانی امانت بانک به خواجگی‌های کشاورزی ناحیه وخش 2 سال باز است ادامه دارد و به گفته طرف‌ها اکنون دادگاه عالی اقتصادی معلوم می‌کند که پول امانت بانک را کدام طرف باید برگرداند، سهامان و یا خود خواجگی‌های کشاورزی. مقامات انتظامی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات را برای رعایت نکردن مقررات زندان جزا دادند و او را از زندان در دوشنبه برای ادامه ادای حکم به زندان کرپیچنی در ناحیه وحدت انتقال دادند. یک مقام وزارت عدلیه این خبر را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. عباس‌الدین حامیدوف برادرزاده محمد روزی اسکندروف روز 18 آگوست به رادیو آزادی گفت که بعد از نشر مصاحبه سیاستمدار زندانی با رادیو آزادی نمایندگان ریاست اصلاحی محبس وزارت عدلیه اسکندروف را دعوت کرده و همچون جزا او را به زندان کرپیچنی انتقال دادند. در زندان‌های تاجیکستان معاشرت با مطبوعات بدون اجازه ممنوع است. محمد روزی اسکندروف هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت اشتباه حزب دموکرات در سالهای اول استقلالیت تاجیکستان این بود که از پس حزب نهضت اسلامی رفته است. و حکومت ولایت سوخت در یک مراسم در شهر خوجند به سابقه‌داران جنگ علیه ژاپن در سال 1945 کمک مالی کرد. روز 19 آگوست به هر یک از این سابقه‌داران از نام حکومت ولایت 2000 سامانگی هدیه دادند. هدیه غلبه بر فاشیسم هیتلری بسیاری اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی خداشان تا خواست خود
و جنگ یاپونیا اشتراک کرده بودند در مرز خیتای. البته من حکومت سوویتی، خلق سوویتی، ارمی سوویتی غلبه کرد و آن در تاریخ میماند و البته سالهای طولانی از یاد ما هم فراموش نمی شود و هم البته در ایدهای عرفه، اید غلبه ما آنها را یاد میکنیم. از شمال تاجیکستان هزاران نفر در جنگ به ازیل ژاپن میلیتاریستی شرکت کردند ولی فقط 25 نفر آنها حالا زنده‌اند و برخی نیز بیماری بیستری هستند. از میان آنها 13 نفرشان در خوجند به سر میبرند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.